تو این فیلم گروهی از داوطلب‌های پزشکی رو می‌بینیم که به روستای خیلی دور افتاده وسط جنگل میرن تا به ساکنان آسیب دیده از یه بیماری همه‌گیر مرگبار کمک کنن و در عین حال اسرار مربوط به اونجا رو هم حفظ کنن. این روستا اونقدر دوره که باید برای رسیدن به اونجا سوار قایق بشن. اونا موقع رد شدن از جنگل با علامت‌های عجیب و غریبی روبرو میشن. این گروه شامل 3 زن جوان پزشک و 2 مرد جوان تقریبا ساده که برای حفاری به اونجا رفتن میشه. اوضاع روستا به قدری وخیمه که جنازه ها روی هم انباشته شده و کسی هم نیست که دفنشون کنه و این 2 مرد برای این کار به اونجا فرستاده شدن. مردم محلی میگفتن که سوت زدن تو شب تابوییه که موجودات فراتبی رو دعوت میکنه و سرنوشت تلخی در انتظار فرد یا افرادیه که این تابو رو بشکنن. اما یکی از افراد گروه موقع شب ناخواسته سوت میزنه و حالا گروه باید با عواقب این کارشون روبرو بشن. فیلم 1 ساعت و 37 دقیقه پامالی روستای جسد اکتبر 2023 تو ژانر فیلم‌های ترسناک رازآلود و فراتبی از کشور اندونزی منتشر شد. این فیلم با نزدیک به 1000 رد تو سایت IMDb امتیاز 6.2 از 10 رو ثبت کرده. ممنون که تا انتهای ویدیو همراه من بودید. لطفاً کانال ما رو دنبال کنید. اگه خوشتون اومد لایک کنید و زنگوله رو هم فعال کنید تا ویدیوهای جدید رو از دست ندید.